بشی تو ریلکس تو کار دارم. بیا بشی. آخه خدا شکر. سیگو بابا به سر کاخره خوب جایی که خرمان علت کردم بفهمیدی؟ بخی برو پیش بابا برو بگو نوروز گفته 55,000 پول بده نه که ما بخون موتور صفر بستانم موتور خشکی این موتور دیگه من سوار نمیشم و بروی حیثیت من پیش رفقا برده و هر راه میرم یا تایر پنچر میشه یا ماشین ای جمع میمونه رستاشون به پیش مستری سیامال خود من پرته هم بفهمیدی؟ بخی چی گفتم؟ چی گفتم با بابا بگی؟ کی؟ مه بگو 55,000 افغانی پول برای ما بده که بخون موتور صفر بستانم خب تعجو زمین شیشته بابا کی؟ من نفهمیدم من اصلا پیش بابا برو خب پیش بابا برو بگو نوروز گفته 55,000 پول افغانی برای ما پول نقد بده که بخون موتور صفر بستانم این موتور دیگه من سوار نمیشم این موتور هم باز از تو آها با بابا بگم وخی من همینجی شیشته هم بیا زودی خب موتور که داری دور دیگه من نمایم اون از تو یا خود بابا سواری اره سکه از من از تو برو دور دیگه من سوار نمیشم خوبه همال بستونم از زیری باش یا پنسدی هر چه داد بستو فرق نمیکن خوبه زودی بیایی خوبه تو لش ساگه تا شما میرم از این بر نصف روز پیش مستری پرته ابرو حیثیت ما پیش رفقا برفته یک موتور که حق داریم به ما بستانه پیاد سلام علیکم بابا و علیکم اشتنی بابا خوبی شکر فضل خدا شکر زنده باشی سلامت باشی بابا بابا نوروز گفته که برو با بابا بگو کنه پول بدیم کنه میرم خو یک سکل خشکی بخرم عجب آنه سکل همون سکلی که داریم چه کار شده او میگردم پیش مستری سکلی که به 8,000 قیمت باشه سکلی هر دم مولبل میخوره تایر میترقه مشکنه میگه او به درد ما نمیخوره سکل صفری میخورن که پرش کم بدم آنه سکل خشکی میخوره که پرش هم بده خب برو پولای پیدا کو سکل خشکی بخوا میگو برو بابا بستو بابا کجا بیاره میفهم به چندیه به چندیه به خیالم اگر اشتباه نکنم بابا اتفاقا اصولا فکر کنم 5,000 و 50,000 گوش که 5,000 و 50,000 خوب بسم برو بابا برات کار خود تو برادر گل که تو دارم یک سکیلی بخریدم تا شوم اور میزنه به زمین و آسمون رو همه خراب کرده بیکاره کرده حالی بیام که 50,000 تو بده ما برم سکیل خشکی بخرم سکیل خشکی بکدو آیداد خوب بکدو کار خود تو چو کار میکنی که میری سکیل خشکی میکنی برو بابا برات کار خود من پول مول ندارم چی بگم بابا برم برای بگم به نوروز چی بگم برو برای بگو بابا هیچ پول مول نیه هیچ چیزی نیه برو برات کار خود هیچی نیه بابا برو برات کار خود تو سکل خشکی ما چیکار همون سکل شما تیاره آدم ها غریبی سکل خشکی که من میرم پرش میدم بیا وردی بابا چی؟ پولا بابا گو برا با خود کار کنم پول کجا آوردم پول به کجایه همون سکیلی ما چون 8,000 10,000 9,000 بخیر گردن ما بند یک دیپیر لینک نداده نه پول ملکی نیه این پولا چه کار میکنه پا؟ من نمیفهم نمیده بابا سخته چی بگفتی؟ گفتم بابا نوروز گفتن که نه پول با ما بدن 5,000 و 50,000 که من برم سکل خشک بخو بخرم گفتن این سکل دارین چه کار شده گفتم هر مستریه به بلین میخوره و تایر مشکنه و میترقه و خرابه گفتم برو برد از این گپا نگرد پول ملکی نیه او که با سکل خشک مایی برو بخو کار کنه پول ملکی نیه بخی برو دوباره برو چی بگم؟ بگو گفته یا پول به ما بده یا باور به خدا که خور به دار میزنم از اگه پول ندی بخی با دولار؟ برو بخی میده یه دفعه که بری ته بگی میده پولا میده بخی زودی بیایی همین ته بگی بریو خوبه بگی اگه گفته پول ندی خور به دار میزنم دیگه بیزار از این زندگی همه عبرتی بابا این چی رقم بچه های همینو بابا بله
نوروز وصیت که چی وصیت که؟ گفت اکبرم با بابا برو با بابا بگو یا 55,000 پول بدم که سکیل خشکی بخرم یا خور به دال میزنم. خب به قبرستون که به دال میزنه، من دال میترسم که خور به دال میزنه، بره بزنه به دال بزنه. اینه من کجا بیارم؟ به چی شما نه؟ من هرگیز همیته به چی نمایم. بره کار خوب به دال میزنه بزنه، به قبرستون میره، بره به هر جا میره بره. من اصلا کار ندارم. برخی برو بابا پیش می. یعنی برو من میته بگو. برو همیته بری بگو. اصلا من کاری ندارم. بگم یا برو به قبرستون یا برو به دال. به هر جا میره بره. من هیچ یک قرار ندارم، یک قرار نه. برو برات کار خوب. چی کارا چی گپا؟ بیا تو بس 55,000 بده که من میرم سکل خشکی بخرم. سکل خشکی یک سکل به زیر پای و این سکل که ای به کار نیه. بسندی با چه کار شو؟ گو به دال میزنه به قبرستون خور میزنه. انا ما کار ندارم اصلا. به هر قبرستونی که میره بره. همیتا گفت یک ریپیه گونه میده، یک ریپیه. مسمارم بابا بزنه. بابا گفت اگو. خوبه. تو وقتی یک بار پیش قاسم برار ما هم برو کجا بود بدیدی او هم سرزمین بوده. او به خیال سر شیلی های مشون کجای ها. وقتی برو یک دفعه پیش از او هم برو بگو برار ممیت گپ بزده سعی که او چی میگه. بگو مغز پول به برار ما بده که با کار داره. خب موتور ما بستانه. موتور. زوده بده. خو از این کلا با ما هم نماده میشه. موتور کنه بابا تو میمونه با خود سویری کده. ارستکی. باسکل کو بیتاره بده. قاسم زد به گور با ما بده. تو هم یک وقت سوار میشی وقتی دیگه. عجب دیاره. برو خور با دارزی هر کار میکنی بکنه. لالا چه کاره؟ عقل کمال دیگه نداری، نی سلامه نی یک مونده نباشی هیچ چی دیگه مونده نباشین. لالا بگو نوروز برار ما گفت که برو به لالا بگو نه 55,000 پول 50,000 یا 55,000 بدین که میره به خود سکل میخره. برای سکیل میخره؟ خوبه دیگه پول به چی خونجگیری پیدا کن بودم بزرگ که سکیل به خوب بخره. من برفتم با بابا هم بگفتم بابا گفت که چه کار فلانه نمیدم پیش پای بیافم نمیدم ماشم چه کار فلانه برات کار خو برفتم پیش نوروز بگفتم نوروز هم میگه اگه ندیم خور به دال میزنم. اختیار خدا به چی کردم برا خوب بگردم من پول به خود زحمت کشم برای کار کنم خود موتور بخره خور به دال میزنه. خب برا خوب بگردم من دیگه چی کار کنم من کجا بیارم برای کار کنه بخو موتور بخره. اول کو بسر من فیلم مای بازی کنه بسر من فیلم بازی میکنه. ما چو 33 من برادی کنه 33 چی 33 بالا من برادی کار کنه. یعنی برو مگم لالا اختیار خدا میگه قاسم برار میگفت 33 بالای من برات تو من پولی ندارم که نخونام سکو بفتاده عوض که زار زحمت میکشم او به کوچه تاشون ایسا کوچه گاز میکنه برای شونه خود خار کنه و خود موتور بخره. بگم 33 بالای من برات تو گفته چی کار دارم وقت من با حال قریبی میمه سرمه فیلم بازی میکنم با چون نادونه. عجب دنیای شده. نه پیار به دردم خورد نه برار به دردم خورد. با مادر که میگم از همه چون برای عزیزتری میگم مادر می طلاق بفروش به من یک موتور بستو هم نمیکنه بیکاره. به خاطر که بیکارم من لیاقت یک موتور نور ندارم. پیار میکنم کاره. صبر بکنم. شمیدایل با یار مدای دلم شمی یار بیا وردی پول بدا
چکاره بیا که موتور بخورم بستوندی صبر کن 33 بالای ما برای دیو 33 بالای ما برای دیو برات کی؟ برای تو قاسم گو 33 بالای ما برای نوروز همیتا گو گوشم گفتک موشا خونه ما گوشنگی ششتم لغتک بازی میکنه ما برم 55,000 بزو بودم اما رفیقا سمیتی خو گفتک برای رفیقا سمیتی خو تو بیا برو یک تنه پیدا کو بیار بده که با کار دارم ها تنه تنوی آه بیا برو خورده باشه کلونه کلونه بده خوبه چشم زودی بیاری خوبه شهر خالی باغچه خالی باغچه خالی شهر خالی باغچه خالی آنه یا تنوی بیا بردی یاری با یاری داری جان دل ما یاره دیگه چوب کو گیلا دختری خوب نازم ای اومده امرازم وقتی که ناز میکنم باقا تو بالای من مینازیم دلبر جان مادر جان قد تو بالا به دل من مکه نه باشم قد تو بالا به دل من میگم ما برو را پیش تو من برم خب برو خوبه اگه خوبی بدی هم از مدیدی حلال کن با آلمان نری یا به ترکیه نه از این دنیا من برم برو گپ بینیه این دنیا اینجا چی به درد بخوره ایشکی نه پیار به دردم خود نه برار به دردم خود ها من حلال کو برار دیگه من میرم از این دنیا میرم تو حلوه گوشبند قربینی حق خوبه بخش برو حق کی؟ حق خود خود میری برو گپ بینی اینجا بیا از این کار خیلی بینی بلکه اینجا لقمه نونی بگیری یا با خود سکیلی هم بخری کی هچ بگیره میتونه بسته کو تو به می درخت بسته کجا بسته کنم؟ به می درخت خدا بسته خب گونیه که گو بسته کنم تنه تو بسته بکنه چطور بسته کنم؟ میری برو وقت کردنم بنداش اینجا بابا به درد نمیخورم اینجا به خود کار غریبی بکن با من پرده کنم ما هم خور به دار زنم خفه کنم میفهمی ها؟ ما هم خور خفه کنم به تنه به دار زنم اشته مثلا تو تنه بسته کنم کجا بسته کنم؟ همین جی بالاتر رنگ میندازی چه ریت میکنی اینا؟ به گردن خود کنم مادامی که 50,000 روپیه ارزش نداشته باشه بیتاره که بموره مرگ برای عروسیه نه چه نوروز گلک تنه به درخت میندازم اشته به گردن خو میندازی؟ به گردن خو میندازم که خفه شم یعنی یعنی بموری؟ بمورم نه هسته بیا تو برو دیگه کشته میموری مثلا کو برو تو برو تو خلاصی دیگه ها؟ تو خلاصی برو مثلا اشته میندازی کات گرفتی ایتا خلطه کو میکنی ها؟ آه میموری دیگه میمورم برو تو دیگه کجا برم؟ برو دیگه از اینجا برو تو برو دیگه مرا حلال کو برو موتور هم از تو به خود سواری کن عباس به چمسای چری میده و اون هی میایه میچون چی ماه نمیفهمم تنه به دست تو نه جلوی بگی که نه برو نفهمه مچون چری میایه کجا بودی چی عباس نیا؟ چی کاره؟ ها؟ نه چیه؟
ای برار مامای خور چیز کنه خفه کنه واسه پیا خی و خی بگو اینج بسته کردی تو نه هیچ چینی برو لالا برو هیچ گپ برار مامای خور خفه کنه کویالا ده یه هیچ گپ برو دیگه برات کار خو برو پس اینو چیه؟ هیچ چی بسته کرده بدین چه کار میکنی؟ برو برات کار خو برو چه کار میکنی خوب آخه برار تو خود میکشه برات کار خو چی میکشه برو آخه تو دیونی نمیفهمی برو ماما جو برو برات کار خو برو کشتن با کجاه میکشه خور کجا پیار تو کجا بیار بابا سر خد منم برو ماما برات کار خو برو دیگه با تو میگم که برار تو خود نکشه ما پیار خود تو صدا کنه پیار تو میکشه خور یعنی میموره خلاص برو، میشه برو، خب برو. خودت برار مقاسم جا کسر بسر شلیایه برو بیا برو تام برو برات کار خو برو نمیشه ما بگیریم بود نکن لالا نکن لالا نکن لالا بابا بیا که خورما کشتک بابا و فکر نمیکن تاشون به کوچو میگردم اون فکر نمیکن که باشه برو مخور بابا قاسم چه کاره چه بیاین که کاره براش من روز خود دار میزنه با کشتک خور اینه دیونه شدی تو بیاین بلکو تو نه بابا لالا بدای بانی لالا بیاییم چه کاره بیا لالا بیا چه کاره این خور به دال میزنه دیونه شدی تو به دال میزنه خور بگیری دیونه شدی آنی به خدا آنی کنه بابا چه کاره بزار عزیز لالا شما دانی برای میای خور به دال چه بزنه کار بشه دیگه خاطر چی گفت تو دیونه شدی تو چرا گدی سکیل تنه بسته کنه ای به من گفتن برو اثرات تنوی بیارن ما چی میدونم بسته که عباس به من میگه من عقلم نمیکشی تو همین خطی تو کنم بی عقلی بودی که تو نبره بودی به دستم تو بی عقلی من نمیفهم من گفت تو ولو گردن گه بسته میکنی اینجا یه بنده قلقوفه انداخته شهر کدوم شما برات 50000 پول ری کردم یک ندادیم برو جو یه بشی تو بشی کلی تو خرابه کامو دروشیازی بسته زندگی مستونه تمام زندگی مستونه تمام دارایی مستونه تو به کی که من شما نصیحت کنم من در به در کردیم خاک به سر کردیم گیله کنچی دیونه تو این چی دیونه چه میاری اینجا خور بخگلو خو میداد که خور خفه کنی چش باشه برو تو هم فکر نکردی برار داره میره غمتر میشه تو هم فکر بکن برار بس زندگی مستونه من نمیفهمیدم که گیلگی تو من بیت گپی میزنه چی فهمیدم من بودم فکر نکردم این شهر که تو شوره کردم برات برای بابا گفتن برو تنوی بیا بگو تو ولو گه بسته من میکنه بودم فکر نکردی خیر بینم یه عباس از اینجا بدیده دویده بیامدم چش باشه برو اگه اشتباهی تا جایی که تو نصیحت کنی اون رایی که برات خیر تنه بینی همسایه جو بیامدی به خوب دمی آمدی من اشتباه همین خون از این بخریده همین خون تور بخریده که عباس بخریده چه اگه میمردی بر کی زن میدم بخزیم بریم پیش بابا هم بریم یک ساعت پیش بله. مادرم برم من بخیر بله دیگه گیل دویتا نکنی که برات تنه من نمیفهم گردن من نمیفهم عقلم نمیکشه اگر همی آدم با ما خبر نمیداد کالی میمرد دیگه چه کار میشد این به می جوانی است از یعنی میرا میتونم که من از نگاه میمورد میمرد دیگه تو بخونه میفتاد خلاص میشه شاید ما هم خبر نمیشدیم تو هم که نمیفهمیدی یا نگی میمرد چه کار این میکردی تلفاق اول سر گوسفندا خدا ویده بیا من بدیده بیده دیگه نکنی برا میتا کارا خوبه چی میفهمیدم عقلم نمیکشه من عقل کمال ندارم قنبونا منه بریم پیش بیا شما بریم بله. بریم حرکت کنی بریم وای